بسم الله الرحمن الرحیم. اولین های افغانستان. اولین پادشاه افغانستان احمد شاه ابدالی بود که در سال 1781 توسط صابر شاه مجذوب که یکی از شخصیت های قومی بود پادشاه تعیین شد. اولین نشریه زنان افغان ارشاد النسوان بود که در سال 1821 چاپ و توزیع شد. اولین تلفن افغانستان در سال 1898 در ارگ کابل که محل اقامت شاه بود نصب گردید. اولین مکتب در افغانستان مکتب حبیبیه بود که در سال 1901 افتتاح شد. اولین تربیت معلم در افغانستان دارالمعلمین بود که در زمان حبیب الله خان در سال 1905 تأسیس شد. اولین بانک نوت افغانستان روپی کابلی بود که در سال 1919 چاپ و توزیع شد. اولین خط آهن برقی از کابل به کاخ دارالامان در سال 1920 به کار انداخته شد. اولین میدان هوایی افغانستان میدان هوایی خوجاروش کابل است که در سال 1919 افتتاح شد. اولین بند برق افغانستان بند برق جبل سراج است که در سال 1922 به بهره برداری سپرده شد. اولین شفاخانه افغانستان شفاخانه ابن سینا است که در سال 1893 تأسیس شد. اولین قانون اساسی افغانستان نظامنامه بود که در سال 1924 توسط لوی جرگه پغمان تصویب شد. اولین رادیو افغانستان رادیو کابل بود که در سال 1926 نشرات داد. اولین پارلمان افغانستان در سال 1931 در زمان امان الله خان بنیانگذاری شد که جنبه مشورتی داشت. اولین بانک افغانستان بانک ملی افغان می باشد که در سال 1933 تأسیس شد. اولین شرکت هوایی افغانستان شرکت هوایی آریانا افغان بود که در سال 1953 به فعالیت آغاز نمود. اولین سرک قیرریزی شده افغانستان سرک کابل قندهار بود که در سال 1957 قیرریزی شد. اولین رئیس جمهور افغانستان سردار محمد داود خان بود که در سال 1973 رئیس جمهور افغانستان شد. عبدالاحد مومن اولین فضانورد افغان بود که در سال 1988 به فضا فرستاده شد. جالب اینجاست اولین مسلمانی بود که قرآن کریم را با خود به فضا برد. اولین مسجد افغانستان مسجد 9 گنبد بود که در ولایت بلخ موقعیت دارد و در قرن 9 میلادی ساخته شده.